اگر فقط یک بار این روش را یاد بگیری ممکن است تا آخر عمرت در وقت، پول و انرژی که داری صرفه‌جویی کنی. بیشتر مردم این راز ساده را نمیدانند، اما کسانی که میفهمند زندگیشان کاملا متغیر است از دیگران. مشکل اینجاست ما هر روز کارهای زیادی انجام میدهیم اما نتیجه کمی میگیریم. وقت میگذرد، انگیزه کم میشود، خسته میشویم و حس میکنیم عقب مانده ایم. هیچ کس هم واضح نمیگوید مشکل از کجاست. راز واقعی این است موفق‌ترین آدم‌ها بیشتر کار نمیکنند، درست‌تر و عمیق‌تر شروع میکنند. یک قانون ساده ای دارند که هر کار را با اولین قدم 2 دقیقه‌ای شروع میکنند. میخواهی درس بخونی فقط 2 دقیقه کتاب باز کن. میخواهی ورزش کنی فقط 2 دقیقه حرکت کن. میخواهی کار آنلاین شروع کنی فقط 2 دقیقه تحقیق کن. ذهن وقت شروع کوچک ببیند مقاومت نمی کند، اما وقت شروع کردی ادامه بده و معمولا خودت ادامه میدهی به همین کار. همین ترفند ساده و همین راه ساده تفاوت بین آدم های موفق و معمولی است. اگر این روش را امروز امتحان کنی میبینی که در زندگی تعلل کمتر می شود، تمرکز بیشتر و کارهایت واقعا به درستی به پیش می رود. در کامنت بنویس اولین کاری که امروز با قانون 2 دقیقه‌ای شروع میکنی چیست. اگر این نکته برایت مفید بود، برای حمایت از ما ویدیو را لایک کن، کانال ما را سابسکرایب کن و زنگوله را فعال کن، چون در ویدیوی بعدی یک تکنیک میگویم که باعث می شود مغزت خودش دنبال موفقیت برود، بدون زور، بدون مقاومت و بدون فشار.